رفتم بهش میگم خانم من پیرن کرم قهوه‌ای میخوام. 1000 مدل پیرن چیده رو میز. حالا من اونی که میخوام و انتخاب کردم دارم میرم میگه که اینو با این شلوار بپوشین خیلی بهتون میاد. دارم شلوار رو نگاه میکنم میگه این کفش رو باش بپوشین عالی میشه ها. با این کت بپوشین خیلی خوش تیپ میشین ها. خب تو به عنوان شخص ثالث انا این یعنی چی؟ معلومه یعنی عاشقته. خدا پدر و مادر تو بیامرزه. حالا همین خانم میگم با خانواده کی برای خواستگاری خدمت برسیم. ببین یک قشق رقیب راه یک شروع بعد روزگاری شده، مردم درو شدن، حرف و عملشون با هم یکی نیست. ولی دودش تو چشم من که نمیره که تو چشم خودش. انا همون دوست نرگس خانم بود لاله که با زور خانواده داشتن مجبورم میکردن الکی الکی بگیرمش. من از دست به کجا رسید؟ بدبخت شد. با من لباس عروس پوشیدی یا نه؟ بله. تا پای صفحه عقد رفتیم یا نه؟ بله. ببخشید تقصیر منه به هم خورد؟ نه. الان کجا رو گرفت؟ هیچ. اون بدبخت شد یا من؟ اون الان داره چیکار میکنه؟ زنی آدم پولدار شد تو رفته خارج داره درس. بعد اون ضرر کرد یا من؟ اون همین دیگه خودشو بدبخت کرد.